دوستان چطوری مشرقین هستم و خیلی خوش اومدید به یک ویدئوی خفن جدیدگر از کانال من. توی این ویدیو اومدیم بهتون آموزش بدم که چطوری بازی های PS2 یا همون پلیستیشن 2 و بعضی از لژند ها بهش میگفتن سونی 2 بازی پلیستیشن 2 رو روی PS4 کپی خور بریزیم. دوستان طبق معمول تمام ویدئوهای آموزشی PS4 اگه برای کنسولتون مشکلی پیش بیاد یا برای بازیاتون مشکلی پیش بیاد یا اگه نشه، من هیچ چیز رو گردن نمیگیرم. اگه دوستان توی دو تا ویدئوی قبل برای بازی ریختن روی PS4 فقط نیاز بدون گوشی داشتید، ولی این ویدیو فرق می‌کنه. این ویدیو متاسفانه دوستانی که کامپیوتر ندارن نمیتونن انجام بدن، چون این حتما نیاز به کامپیوتر داره. چطوری انجام بدیم در ادامه بهتون میگم. برو بریم سراغ این ویدیوی خفن و این آموزش. Let's go. با کامپیوتر برم تو اینترنت مجبورم با گوشی برم تو اینترنت متاسفانه. ولی خب شما باید با کامپیوتر برید. حالا میتونید از طریق گوشی هم انتقال بدید. شما باید بیاید اول از همه فایل ISO اون بازی رو دانلود بکنید. مثلا برای مثال من مثلا میخوام PS 2008 رو مثلا برای PS4 بریزم. شما می نویسید دانلود PS 2008 برای PS2. خب کلی سایت میاره، ولی سایت خیلی خوبه. دو تا سایت هستش، جی فیکس اگه اشتباه نکنم به سایت این هاسی که حالا نوشته هوشیار. ما میایم تو این سایت و کلا هر بازی رو که بخواید برید پلیستیشن حتما باید باشه میتونید دانلود بکنید. ما منتظر میمونیم تا دانلود بشه. آقا اینجا کلی بازی داره، PS 2020 و فلان اینا حساب کنید ماسازی شده است، ولی اینا اصلا برای PS4 نیومده دوستان. بعد میخوام برای پلیستیشن 2 اصلا نیومده. ما یکم میریم عقب‌تر. این بازی رو پیدا میکنیم. فایل بازی 2 گیگابایته. شما روی این گزینه میزنید و بازی رو دانلود میکنید. وقتی که دانلود کردید شما باید برید نرم افزار PS2F پکیج رو دانلود بکنید که حالا من اسمش رو تو ویدیو میذارم و با ادامه ویدیو و در ادامه ویدیو همراه ما باشید و خیلی نکات مهمی داره. الان میریم رو صفحه کامپیوتر رو بهتون نشون میدم. خب ما الان روی صفحه کامپیوتر هستیم و همونطور که مشاهده میکنید آقا شما باید اون بازی رو که حالا میخواید باید با کامپیوتر دانلود کنید. حالا ولی چون که کامپیوتر من به اینترنت متصل نمیشه چیز بکنم و شما میاید خیلی راحت اینجا نرم افزاره. این نرم افزار دانلود کنید PS2F پکیج که اینه. این نرم افزار رو حتما باید دانلود کنید، حتما اصلا با همین نرم افزار میتونید کار انجام بدید. شما میاید وارد نرم افزار میشید و چیکار میکنید؟ اینجا یه سری گزینه‌ها داره. حالا بعضی از بازی‌ها 2 دیسکی هستن. حالا این بازی که من انتخاب کردم تک دیسکیه. شما میایید اون بازی رو که دانلود کردید انتخاب میکنید. برای مثال من PS 2008 رو انتخاب کردم چون اینطوری شد. خالص چون رفتم اینجا. الان این بازی رو خوند. بعضی آقا توی اینجا نوشته تایتل ممکنه اون اسم اون بازی رو نخونه. شما باید خودتون اسم اون بازی رو بنویسید. حالا میگه تمام شد؟ خیر، تمام نشد. شما از اون بازی باید یه چیز هم داشته باشید. شما باید عکس کاور اون بازی رو داشته باشید که باید حتما فرمت PNG باشه. من مثلا این دارم، باید حتما فرمت PNG باشه.
اینو دانلود میکنید و تمام. الان شما روی این گزینه بزنید create fpkg براتون میسازه و اگه دیدید یکم طول کشید چون بخاطر حجم بازیه و طولش یه نیم ساعت 20 دقیقه طول میکشه، ولی خب خیلی خوب میسازه. و موقعی که ساختش شما USB رو به کیس به همون کامپیوتر متصل میکنید و میریزید و در ادامه با من همراه باشید که چطوری باید این کار رو انجام بدید. خب دوستان، بعضی که شما از توی کامپیوتر اون بازی که به دست اومده رو انتقالش دادید به USB، میاید اون USB رو که مثلا حالا این میدارید و به دستگاهتون متصل میکنید. حالا بعدش اینجا میاید تو این www و اون کپی خود انجام بدید که حالا برای من یکم طول میکشه، بس من ویدیو نگه میدارم. خب آقا، بعضی که حالا اون کام کردید میاد اینجا توی این گلدن ضرب در رو میزنید، گزینه اولی و گزینه اولی باز هم، و دوستان روی بازی مورد نظرتون کلیک میکنید. حالا چون که من دارم دانلود نمی کنم و خب کلیک که بکنید به کافی که ضرب در بزنید و تمام. خب دوستان، اینم بود از این ویدیو. مرسی که تا آخر ویدیو تماشا کردید و دیدید. و دوستان فقط دو تا نکته مهم. یک، اگر هر اتفاقی به کنسولتون بیفته به من ربطی نداره و من گردن نمیگیرم. و نکته دوم اینه که دوستان توی بخشی از ویدیو من داشتم با گوشی ویدیو میگرفتم از صفحه و داشتم سایت رو بهتون معرفی میکردم و شما در اصل باید با کامپیوتر سرچ کنید و در اصل باید با کامپیوتر وارد اون سایت بشید و اون بازی رو دانلود بکنید. این ربطی به گوشی نداره، ولی خب چون که حالا کامپیوتر من اینترنت نداشت و به اینترنت متصل نمیشد، مجبور شدم که با گوشی براتون اون سایت رو معرفی کنم، ولی خب شما با کامپیوتر برید. و همین. مرسی از اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید و تا آخر دیدید. و طبق معمول همه ویدیوها من در آخر ویدیو یه جمله معروف بگم و اون جمله معروفم اینه: مرسی که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید و بین میلیاردها میلیارد ویدیو تو یوتیوب روی این ویدیو کلیک کردید و این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. بعداً میبینمتون. فعلا خداحافظ.